ژورنالیست نبودم. آخه اصلا ژورنال نمیذارم بیاد تو ایران که. اون برده های مدم که یواشکی میومد تمام رو سر سینه مانکنا رو میشستم با ماژیک سیاه میکردن. رو همین اصلا نخ ژورنالیست نبودم. خبرنگار چرا خبرنگار بودم. والا با هر جا که فکر کنین دیگه. مجده خوابیدی؟ تو میگی همه منو میبینن؟ اگه تو اخبار پخش بشه چی؟ همه اخبار رو نگاه میکنن، خاله‌مینا نگاه میکنن، بچه‌های روزنامه نگاه میکنن، همسایه همون نگاه میکنن. خوشبالت، تو چقدر راحتی. من نگفتم بیخیالی، گفتم راحتی. حرف بدی زدم گفتم راحتی. آخه خوابم نمیاد. مجده پاشو یه دقیقه بیا بالا. نه بیا بالا بشین، میخوام با حرف بزنم. اختیار دارین های دکتر. ما عادتمون به الکل 90 درجه و شراب دستساز کدئین داره. این یه وجب تکیلا رو که به قول یارو گفتنی جلو بچه بذاری غرق کنه که. من عاشق اینام. جونم یه دقیقه چی؟ یک تا خواهرمه، میتونم بشینم؟ یه نفس عمیق بکشیم. اوکی. اوف. اوکی. On va danser. On va s'amuser un petit peu. Tu peux mettre la musique à manquer. Pardon? Ah, tu vois, je vais acquis. Ok. Allez. Vous êtes prêts?